تو دنیای کسب و کار حتی بزرگترین و موفقترین برندها هم ممکنه با شکست‌های مواجه بشن که مسیر تاریخی اونها رو به کل عوض کنه. این شکست‌ها اگرچه که دردناک و خیلی پرهزینه هستن، ولی درس‌های خوبی برای خودشون و آدمای دیگه دارن. توی این ویدیو می‌خوایم درباره شکست‌های بعضی از برندهای خیلی معروف صحبت کنیم و ازشون درس بگیریم. سلام، چطورین؟ امیدوارم خوب باشین. من فائزم و همونطور که شاید بدونید توی چنلم درباره بیزنس و مدیریت کسب و کار محتوا تولید میکنم و توی این ویدیو قراره که داستان یه سری از برندهایی که قبلا خیلی معروف بودن و الان دیگه اسمی ازشون نمیشنویم و با هم دیگه راجبش صحبت کنیم. من دونه دونه داستانا رو تعریف میکنم و شما اگه نظری داشتین حتما تو کامنت ها بگین یا اگه اطلاعات تکمیلی داشتین خوبه که به اشتراک بذارین. خوشحال میشم که اگه از محتواهای بیزنسی خوشتون میاد کانال منو سابسکرایب کنین. نوکیا، غول موبایلی که از قافله جا موند. تو دهه 1990 تا اوایل 2000 گوشی نوکیا یکی از پیشتازهای بازارهای موبایل بود. گوشیاش خیلی با کیفیت و مقاوم بود و دست همه جورای دیگه نوکیا بود. اما وقتی گوشی‌های هوشمند و اون سیستم عاملای پیشرفتش اومد به بازار، خیلی سریع تغییرات شکل گرفت و نوکیا نتونست خودش رو با این تغییرات همراه کنه. عدم پذیرش سیستم عاملای جدید و تأخیر در نوآوری باعث شد که این شرکت از رقبای خودش عقب بیفته و یه جورایی سهم بزرگی از بازار رو کلاً از دست بده. تو دنیای بیزینس تغییر و نوآوری‌های مداوم خیلی ضروریه. شرکت‌ها باید به این تغییرات توجه کنن و ترندهای جهانی توجه کنن، سعی کنن که سریع واکنش نشون بدن تا از قافله عقب نمونن. بلاکباستر، نادیده گرفتن تغییرات در رفتار مصرف کننده. بلاکباستر یه زمانی بزرگترین اسمی بود که تو صنعت اجاره فیلم به گوش هر کسی می‌خورد و این شرکت جاهای مختلفی از جهان فروشگاه داشت. اما با ظهور پلتفرم‌هایی مثل نتفلیکس و شبیه به اون، بلاکباستر نتونست به موقع به رفتار مصرف کننده و تغییرات فناوری واکنش نشون بده و جا مونده. نه سرمایه گذاری کرد روی این فناوری‌های جدید و کلاً این تغییرات رو نادیده گرفت. اینجوری شد که کلاً از صحنه خارج شد و اعلام ورشکستگی کرد. پیشبینی روندهای آینده و سرمایه گذاری روی فناوری‌های نوظهور برای بقا توی مارکت واقعا ضروریه. شرکت‌ها باید به رفتار مصرف کننده توجه کنن و استراتژی‌های شرکتشون رو بر این اساس تنظیم کنن. کوداک، غفلت از نوآوری خودش. کوداک با اختراع و تولید فیلم‌های عکاسی یه نقش مهمی توی صنعت عکاسی داشت. جالبه بدونین که خودش اولین بار فناوری دیجیتال رو توسعه داد، ولی نتونست به طور موثری بیاد اون رو به بازار معرفی کنه و بگه که من این کار کردم و کاربردش رو به بقیه نشون بده. ترس از کاهش فروش و عدم جسارت باعث شد که از رقبای خودش عقب بیفته و در نهایت هم با شکست مواجه بشه. نوآوری وقتی مفید میشه که شرکت بتونه اون رو به درستی بازاریابی و پیاده سازی کنه. تطبیق با تغییرات مارکت و جسارت توی پذیرش چیزای جدید باعث بقا توی مارکت میشه. یاهو، از اوج تا سقوط. اگه همسن و سالای من باشین که حتما شنیدین و اگه دهه 60 و اوایل 70 باشین که حتما استفاده کردین از یاهو و میدونین که چقدر اون موقع محبوب بوده. اما تصمیمات مدیریتی نادرست و یه سری کارهای استراتژیک غلط مثل رد پیشنهاد گوگل وقتی می‌خواست این شرکت رو بخره و عدم بهبود موتور جستجوش باعث شد که کلاً از صحنه حذف بشه و از رقباش عقب بیفته. ظهور گوگل با اون الگوریتم‌های پیشرفته و توجه به رفتار کاربر باعث شد که سهم بازار یاهو به کل بیفته دست گوگل. توماس کوک، غفلت از رقابت آنلاین. توماس با سابقه 178 سال یکی از بزرگترین شرکت‌های گردشگری جهان بوده، اما با ظهور پلتفرم‌های آنلاین برای رزرو سفر و تغییر رفتار مشتری، این شرکت نتونست خودش رو با شرایط جدید وفق بده. ناتوانی توی رقابت باعث شد که این غول گردشگری کلاً ورشکست بشه. چیزی که شرکت‌ها باید بهش توجه کنن اینه که
باید ببینن که مصرف کنندشون چی نیاز داره و همون رو بهش بدن، نه که ببینن ما الان چی داریم بر همون اساس جلو بریم. شکست برندهای بزرگ بهمون نشون میدن که موفقیت و بزرگ موندن توی دنیای بیزینس همیشه پایدار نیست و عوامل زیادی هستن که ما رو به سقوط تهدید میکنن. تطبیق با تغییرات بازار، درک نیازهای مشتری، نوآوری مداوم و گرفتن تصمیم‌های هوشمندانه و استراتژیک درس‌های مهمی بودن که ما از این داستان گرفتیم. اما به یاد داشته باشیم که شکست‌ها پایان راه نیستن، بلکه میتونن مقدمه‌ای برای یادگیری و پیشرفت باشن. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین و به داستانا گوش کردین. خوشحال میشم که اگه نظری داشتین تو کامنت‌ها با هم به اشتراک بذارین و کانالمو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی هم براتون بیاد. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون و شکست هاتون باشین. خدافظ.